سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. امروز قرار گردشی داشته باشیم به شهر زیبای خمام. شهر خمام مرکز شهرستان خمام هستش که در مسیر رشت به انزلی قرار داره. این شهر از شهر به رشت 7 کیلومتر و از انزلی 15 کیلومتر فاصله داره. خمام علت سرسبزی و زیبایی جاهای دیدنی بسیاری داره. یکی از این جاهای زیبا آلوچیر درختی هستش که ولاگش رو قبلا در کانال قرار دادیم و لینک ویدیوش رو در قسمت دیسکریپشن براتون گذاشتیم. یکی از خوراکی های جالب این شهر یخ در بهشت سنتی هستش که در پایان این ویدیو نحوه تهیه کردنش رو قرار دادیم. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
Ah,